پسری که این سه تا خصوصیت رو داره هیچ دختری نباید از دستش بده. اول اینکه حمایتگره. یه مرد هر چقدر پولدار باشه، خوش‌تیپ باشه، حتی مهربون باشه، ولی ساپورتیو نباشه و تو هر شرایطی حال خوب و حمایت از خانواده و اطرافیانش اولویتش نباشه، تو رو هیچ کدوم اون چیزایی که داره نمیتونی حساب کنی و به عنوان یه زن هر لحظه ممکنه پشتتو خالی کنه، نمیتونی اصلا روش حساب کنی. دوم اینکه تستوسترون بالایی داره، یعنی مرده، جسارت، انرژی، جاه طلبی. وقتی به یه چالشی میخورین صدشو میذاره و میدونی که میتونه تکیهگاه خیلی خوبی برات باشه. و سوم، اگه اون دوتای قبلی رو داشته باشه هیچ وقت بهت خیانت نمیکنه، برای اینکه همچین مردی هیچ وقت به کسی که براش عزیزه نمیتونه لطمه بزنه. اینا که گفتی تایپ مورد علاقه همه دختراست. حالا چالشی که اکثر پسرا تو مهارت ارتباطیشون دارن اینه که نمیدونن چه مدل رفتارایی در عمل این حسو به دخترها منتقل میکنه که اینا همچین خصوصیاتی دارن و دخترها ناخودآگاه بخوان جذبشون بشن. برای همین یه برنامه ساختم که توش تصویری، مستند، عملی با پسرا کار کنم که بتونن تو رفتارشون همچین کاراکتری بسازن و هر دختری که واقعا دوست دارن رو بتونن جذب خودشون بکنن. فیلمش هم 100% رایگان اومدن در اختیار همه گذاشتم.